سلام. این روزا قاطی همه صدایی که از اطراف و اطناف نظام لکنته ولایت به گوش میرسه یه صدای خیلی بلندی هم هست که اینجوریه: شطرق شطرق. این صدای سیلیاییه که ولی فقیه نوش جان میکنه. جدیدترینش هم صدای 61مین محکومیت رژیم توسط ارگانهای ملل متحد بود. این قطعنامه که توسط کانادا ارائه شد کمتر از یک هفته پیش از مهلت 24 نوامبر ایران و 6 قدرت جهانی برای رسیدن به توافق درباره برنامه هسته‌ای ایران به تصویب رسید. نماینده رژیم ایران اعتراض کرد این قطعنامه تحولات مثبتی را که از زمان روی کار آمدن حسن روحانی در 2013 رخ داده به رسمیت نشناخته است. قطعنامه اکنون به مجمع عمومی ارائه خواهد شد. راست میگه ها، واقعا سازمان ملل چه سوتی زده. تحولات مثبتی مثل 2 برابر شدن اعدامات تو زمان شیخ‌پری رو اصلا به رسمیت نشناخته. هیچ اشاره‌ای به اقدامات مثبتی مثل اعدام 8 نوجوان و جنایت‌های مثل اسیدپاشی هم نکرده. آقا چرا اینا از حقوق بشر استفاده ابزاری میکنن؟ سخنگوی وزارت خارجه قطعنامه حقوق بشر علیه ایران در مجمع عمومی را استفاده ابزاری و سیاسی از حقوق بشر دانست و گفت تصویب این قطعنامه به پیشگامی کانادا مملو از ادعاهای بی اساس، ساختگی و فاقد وجاهت است. رو که نیست لامصب سنگ پاست. امام دجالشون رو خوابوندن تو دستگاه زیراکس، همینجوری دارن از روش کپی میکنن. این از سخنگوشون، اینم از این نمایندهشون تو سازمان ملل. سرپرست نمایندگی ایران در سازمان ملل گفت قطعنامه پیشنهادی کانادا علیه ایران خصمانه و سیاسی کاری است. در این قطعنامه ادعاهای نقض حقوق بشر در ایران تکرار و به اعدام قاچاقچیان مواد مخدر اعتراض شده است. این سرپرستی که تیویریک همچی بی سر و صدا میخواد ساندویچش کنه لای باقی خبرها، همون بدل ابوطالبیه که داغ ویزای نیویورک به دلش موند. اینطور که پیداست شیخ‌پری با تعیین این بدل یه نرمش ذلیلانه دیگه رفته. اما از همه اینا آشولاشتر ممجواد لاریجانیاست که این روزا مثل کلاغ پرکنده بال میزنه. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با اشاره به موارد آشکار نقض حقوق بشر آمریکا و دولت‌های اروپایی گفت کشورهای غربی حق نسخه نویسی برای دیگران و تحمیل آن را ندارند. روند دیگری که بسیار خطرناکه تضعیف شورای حقوق بشر در ژنو با راه انداختن جریانات موازی است. ما در مقابل این روند هشدار میدیم که این روند به ضرر سازمان ملل است. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه بی‌طرفی را لازمه اصل گزارشگران حقوق بشر عنوان کرد و گفت گزارشگر ویژه‌ای که برای جمهوری اسلامی ایران انتخاب شده همانند هنرپیشه رسانه‌ای موضع‌گیری کرد و این باعث شرمندگی سازمانی است که گزارشگرانی را انتخاب می‌کنند که از تروریسم حمایت می‌کنند. خب چی بگه؟ نه اصلا چی داره بگه؟ هرچی رشته بود پنبه شد. شیخ‌پریشم جزقاله شده، مهر قطعنامه هم خورده تو تخت پیشونیش. این وضعیت آخوندهای دل و دماغ سوخته تو ایستگاه آخر ولایته. حالا این رژیم فقط یه لگد جانانه میخواد که بکوبی و از قطار روزگار پرتش کنی پایین.